دادستانی کل تاجیکستان روز 2 ایون سال 2023 با نشر یک اظهارات به گزارش سامانه بامداد با نام طبیب بیمارستان استقلال محمد علی اکرموف را در پیش چشم همه زده کشتند واکنش نشان داده این حادثه را چنین شرح داده است. 19 ماه سال 2023 تخمینا ساعت 14:00 نابالغ مرادوف باباجان فردوسویچ سال تولدش 2005 که در автомашین مسافرکشانی خسر رقم 8 تمغه مرسدس پرینتر رقم قید دولتیش 869305 تحت اداره کنی راننده پیروف تیمور باعث کندوکتور فعالیت میکرد هنگام در نزد روی ماشینگرد حدود دهه چورکاران نویه رودکی قرار داشتنشان با شهروند اکرموف محمد علی سال تولدش 1963 ساکن شهر دوشنبه نویه سینو کوچه زرفشان که دختر مؤسسه دولتی استقلال بوده است در زمینه مناسبت دخل بین همدیگری مناقشه کردند. در جریان مناقشه بنا به فرضیه دادستانی اکرموف به نقلیات مسافرکش نشسته مادر مرادوف را دشنامای قبع میدید. نابالغ مرادوف بنا بر جانب اکرموف تحقیر گردیدن مادرش با استفاده زوراوری با مشت دست راستش به رخساره شهروند اکرموف ضربه زده است. در نتیجه اکرموف به زمین منفرش افتیده در نتیجه برخوردن سرش به آن جراحات جسمانی برداشته است. بعدا از طرف خود نابالغ مرادوف و دیگر شخصان در جای حادثه حضور داشته دکتر اکرموف برای رسانیدن یاری طبی و طبابت به بیمارخانه شهرک شفابخش شهر دوشنبه انتقال داده شده بستری کرده شده است. با وجود به جبر دیده اکرموف در بیمارخانه رسانیدن کمک و طبابت ضروری طبی نام برده صحنه 27 ماه سال 2023 پس از 8 شبانه روز در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. موافق خلاصه اکسپرتیز سعودی طبی از 30 ماه سال 2023 آسیب کشاده رخ نشده وزنین کوسه‌خانه و معاینه سر سبب مرگ نامبرده گردیدند. اوید به حادثه مذکور از طرف وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان نسبت نابالغ مرادوف باباجان با ماده 110 قسم 3 بند و یعنی قصداً به سلامتی رسانیدن ضرر وزنین که از بی‌احتیاطی باعث فوت جبریده گردیده است کودش جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده نام برده به حبس گرفته شده است. دادستانی گفت تفتیشات پیشکی پرونده جنایتی مذکور ادامه دارد. محمد علی اکرموف 28 ماه سال 2023 در قبرستان محله زرفشان شهر دوشنبه به خاک سپردند. محمد علی اکرموف سال 1965 در دهه یشم جماعت شلمک نویه غرب یا رشت به دنیا آمده سال 1988 دانشکده طبی دوشنبه را ختم کرده بود. او سالهای زیاد در بیمارخانه قریه بالا و چند سال آخر در بیمارخانه استقلال کار میکرد.